رحمت الله نبیل اتمر را با همدستی به ایران متهم ساخت. روحی دوشنبه 3 سنبله 1398. رحمت الله نبیل میگوید که اتمر همراه با قاسم سلیمانی و ایران هم دست است و رابطه پنهانی دارد. آقای غنی به این باور بود که اگر آقای اتمر را به حیث مشاور امنیت ملی صلاحیت بدهد و میتواند روابط افغانستان و پاکستان را درست کند، ولی آقای اتمر روابط خود را با هند خراب کرد و پیشنهاد چرخبال ها را نیز رد کرد و با پاکستان معاهده های مختلف را امضا کرد که میتواند جمله معاهده سیم خاردار را یاد کرد. ولی آقای اتمر از اول که به حکومت آمده بود هدفش این بود که بتواند روابط خود را با کشورهای همسایه خوب کند تا در انتخابات 1398 کامیاب شود و در تلاش این بود که روابط مخفیانه خود را با کشورهای مهم ایجاد کند مثل ایران، روسیه و کشورهای عربی که موفق هم شد. و بعد از آن که آقای غنی از کارهای اتمر خبر شد خواهان استعفای وی شدند و در اینجا امریکا هم موافق بود، چون آقای اتمر به رئیس‌های چون روسیه، عربستان نشست کرده بود و آقای غنی خواهان استعفای وی تا ساعت 4 عصر شد. در غیر آن اتمر را به دادستانی معرفی میکرد. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.